سلام رفقای گل، چه خوبه که باز هم کنار همین تا یه قصه قشنگ دیگه از دل تاریخ ایران باستان رو بشنویم. امروز میخوام براتون از یه فرشته خیلی خاص بگم، یه فرشته مهربون به اسم خرداد و از یه جشن قدیمی که اسمش خردادگان بوده. خرداد یکی از اون 7 امشاسپند معروفه، یعنی یکی از فرشته‌های قدرتمند و نورانی دنیای باستان. وظیفه خرداد چی بوده؟ نگهداری از آب و دادن تندرستی به مردم. یعنی وقتی آب زلالی میدیدی یا وقتی حال دل مردم خوب بوده، مطمئن باش اونجا رد پای خرداد وسط بوده. حالا چرا جشن میگرفتن این روزو؟ چون توی تقویم باستانی هر روزی اسم خاص داشته و وقتی اسم روز و ماه یکی میشده اون روزو جشن میگرفتن. حالا ششم خرداد ماه هم توی تقویم باستانی اسمش خرداد بوده، هم ماهش خرداد بوده. برای همین مردم اون روزو جشن میگرفتن و بهش جشن خردادگان میگفتن. همه لباس سفید و تمیز میپوشیدن، میرفتن کنار چشمه و رودخانه ها دعا میکردن، نیایش میخوندن و آرزو میکردن که همیشه سالم و خوشحال باشن. بچه‌ها بازی میکردن، پیرمردا قصه میگفتن، همه با هم میخندیدن، به روی هم آب میپاشیدن تا دلاشون مثل چشمه ها صاف بمونه. خرداد اصلا یعنی چی؟ یعنی کامل بودن، یعنی بی‌نقص بودن، یعنی همه چیز به اندازه، نه زیاد نه کم، درست همون جوری که باید باشه. خرداد به ما یاد میده که به طبیعت احترام بذاریم، قدر آب بدونیم و برای تن سالم و دل خوش شکرگزار باشیم. امیدوارم از این قصه خوشت اومده باشه. اگه دوستش داشتی یه لایک کوچیک بزن برام. تو کامنت ها هم برام بنویس که حس و حالت بعد شنیدن این